یه رازی در مورد این ترموستاتای 3.5 یخچالی هست که هیچکی بهمون نگفته. 3 تا فیش داریم، 4 این دوتا به همراه دارن، 3 و 6. بین 4 و 3 یک کلید جون داره که هر وقت گرم بشه وصل میکنه، سرد بشه قطع میکنه. بین 3 و 6 هم یک کلیده که تقریبا همیشه به هم راه داره، مگر وقتی که درجه ترموستات رو بچرخونیم روی 0. این کلیدی که بین 3 و 4 هستش از کجا فرمان میگیره؟ از بلوی ترموستات که من زیرش یه دونه فانوسک میکشم. یه چیزی شبیه آکاردئونه و خیلی جذابه، توی دوره آموزشی کامل توضیح دادم. این میشه کل ساختار ساده این ترموستات. رایج‌ترین سیم کشی چی هست؟ اینجا فاز ورودیه، این میره به کمپرسور. بین 6 و 4 هم یه المنت میذارم که هر وقت این قطع میکنه المنت سری میشه میاد توی مدار و کارش انجام میده. این روش اول. روش دوم اینه که فازمون رو بدیم به این فاز ورودی، کمپرسور رو از اینجا بگیری، برعکس بالاست که یه کلید داریم این وسطشو، اینم که همیشه به این راه داره. باز المنت رو بذاریم کجا؟ بین 6 و 4. فقط جای 3 و 4 رو عوض کردیم. روش سوم، فاز رو بدیم به 6، اینم که همیشه به این راه داره. اینجا یه کلید درست و درمون داریم، اینو میدیم به کمپرسور. المنتمون هم میتونیم بین 3 و 4 بذاریم یا بین 6 و 4 باز بذاریمش، فرقی نمیکنه. فقط یه بدی داره اینجا، این کلیدی که اینجا میاد، برق نگاه کنید، باید بیاد از اینجا، از این کلیدم عبور کنه، از اینم عبور کنه. این کلید مرد این حرفا نیستش و شاید جواب بده ولی فکر نمی‌کنم تو طولانی مدت کار کنه. اینم یه روشی که من نمیپسندمش. و روش چهارم، اینجا بشه برق ورودی، اینجا بشه کمپرسور، اینم که تقریبا همیشه به این وصله، باز المنتمون اینجا باشه. پس به 4 حالت میشه این ترموستات رو سیم کشی کرد. عشق کردین، کیف کردین. وقتی که از تکنسین میپرسین، از همکارا میپرسین که اینو چجوری وصلش میکنین، هر کسی یه روشی میگه و ممکنه که فکر کنین اون اشتباه میکنه. نه، 4 تا راه داره. 2 تاشو من میپسندم، 2 تاش هم نه، چون که روی اون کلید ضعیفتر فشار میاد و حین آمپر کشیدن و راه افتادن کمپرسور ممکنه که اون کلید شوخی کنه. و نکته مهم این که توی این ترموستاتای دامفوسی وقتی درجه رو روی 0 میذاریم، هر 3 تا پایه الزاما از همدیگه سوا میشن و قطع میشن، هر 3 تا پایه. ولی مثلا تو ترموستات آتا شما درجه رو روی 0 میذارین، فقط 3 از 6 سوا میشه، ولی 3 به 4 کماکان داره از این فرمان میگیره و کاری به ولوم ما نداره. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و هر نظر و هر تجربه این دارین به هم بگین که بیشتر و بیشتر بدونیم، عشق کنیم. اگرم میخواین بازم بیشتر بدونین، تو دوره‌های آموزشیمون یه عالمه ترفند داشتیم و رگلاژ کردن و هر چیزی که فکرشو کنین در مورد این ترموستات‌ها و چیزایی به درد بخورتر در مورد دستگاه اینورتر و دستگاه‌های جدید رو هم داشتیم. کلمه دوره رو برام بنویسید.